دیدید یه آدمایی هستن که یه آدم ایده دارن اما هیچ کدوم نمیتونن انجام بدن، یا یه آدمایی هستن هیچ ایده ای ندارن اما آدمای کاری هم میرن کار میکنن، یدی کار میکنن اما هیچ ایده ای ندارن. برای اینکه واقعا ما بتونیم این معضل رو حل کنیم راه حل هستش. ما توی مدرسه صوفی یکی از راه حلای این ماجرا رو میدونید چی میدونیم؟ تعادل مذکر و مؤنث یا تعامل مذکر و مؤنث وجود آدم. همینطور که دارم بهتون میگم، یعنی قبلا هم گفتم، اینطوره که این هیچ ربطی به جنسیت شما نداره. یعنی مثلا نمیتونی بگی آقا من مذکرم پس انرژی مؤنث درون من نیست. در تمام چیز، موجودات و مخلوقاتی که وجود داره حتما انرژی مذکر و مؤنث توشون هست، از درخت‌ها تا خورشید تا هر چی. و این انرژی و مذکر مؤنث درون رو ما باید بشناسیم. ما توی دوره‌هایی که داریم توی مدرسه صوفی یکی از موضوعات اصلیمون اینه: تعادل و تعامل بین انرژی مذکر و مؤنث. بخاطر اینکه اگر که شما انرژی مذکر نداشته باشید نمیتونید برنامه ریزی کنید اون ایده‌تون رو به یه هدفی برسونید. این مذکر شماست که برنامه ریزی میکنه و شما رو به یه هدفی میرسونه. همینطور اگر که مؤنث نداشته باشید ایده و این خلاقیت ها به وجود نمیاد که یه مذکری بره اون رو انجام بده. مثلا همین مشاهده هر جفتش، شناخت شاخص های هر جفت و تعامل بین اونا بسیار موضوع مهمیه که هر فردی که امروز میخواد توی زندگی تعامل داشته باشه با بیرونش و با خودش و بتونه بهتر به موفقیت برسه باید اینا رو در نظر بگیره. ببینید همین درخت‌های پشت سر من اگر نگاه کنید یا این جنگل انبوه پشت سر من، توی این جنگل انرژی مذکر و مؤنث وجود داره. اینطوری که تو این با این ریشه های این درخت ها و این ستون های این درخت ها سایه ایجاد کرده برای هزاران موجود. من نمیتونم مقدارش بگم، از حشرات بگیرید، خزندگان بگیرید، همه اون تو زندگی میکنن، تو اون جنگل همه اطراف ما زندگی میکنن. اینجا یه عالمه میمون هر روز رد میشه، یه عالمه نمیدونم از این فندق میخورن اسمش یادم رفته، از اینا یه عالمه رو